بفهم. شغل آقای داودی. بله. ببین این کابل ورودیه، آنتنه. نگاه کن نگاه کن. اینجوری اضافه هم بریدم که وقت کوتاه بخوام بکنم فلان بکنم جا داشته باشه. اینو الان بستم تو ورودی. این پوت. ببین این پوت. بعد این یه دونه نگاه کن. این ما 5 تا واحد داریم. نگاه کن. 1 2 3 4 اینم 5 تا واحد داریم. این 5 تا واحد. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 واحد. این چسبا علامت گذاری کردم که مشخص شه. بله. بعد این خروجیش آوتپوتش 4 تاست. این خروجی پیکانم زده. این ورودیه، اینا خروجی هن. پیکانم زده. بعد این چون 4 تاست یه دونه باید چیز داشته باشیم، ترمینال داشته باشیم. این ترمیناله. از یه دونه از اینا رو میزنیم به ورودی این. بله. ورودی این. خب اینم که بلند ظاهرا یه ذره کوتاش کنم چون طبقات زیاده به خاطر این. آره طبقات زیاده باید یه دونه این ترمینال زده باشه. این قشنگ این ترمینال یه ورودی داره یه خروجی داره. بله. این خروجیش برای اینه که به ترمینال بعدی بری. مثلا یه ترمینال دیگه تعداد واحد زیاده، از این خروجی میره به ترمینال‌های بعدی که ما اینجا نداریم دیگه اونو. خب اونجا نداریم. 2 تا خروجی داریم، به جای یه خروجی مجبوریم از این 2 تا خروجی بگیریم. بله. مثلا الان 1 و 2 رو بندازم تو مثال. الان چند تا واحد داشت مستقرا نشستن؟ 3 تا. 3 تا. اینم اندازش. بعد اینم دقت کنی که ببین مغزیه روکش مغزی باید بیاد از یه ذره بالاتر بیاد. خب اینم اینو دیگه یه جاهای اینجاها به اجبار باید قرار بدیم. یه چیزی قرار بدم که بیرون نیاد. اینو بعد یه نوار زدم چیز میزنیم چسب میزنیم. اینم از این. خب میمونه این 3 تا رو بعد یکشو اینجا بزنم، یکشو اینجا بزنم. امودست رو یه لحظه بیار برای من جان. امودست اینجا؟ آره سمت خودت. آره. مشابه گوشه دوربینش خیلی عالیه. آره. آچار رو بندازیم بهتر. الان من دیگه امودست انداختم. آچار میتونین رو صرف کنیم که لق نزنه، چیز قطع وصلی نداشته باشه.
طوری که این دومش لغ نزنه. بله. این لغ. اوکی. تو ایشالا واحدهای بعدی بیم. تو ایشالا واحدهای بعدی مونم مستقر شدن اضافه میشه. نه زدیم دیگه همون زدیم دیگه واحد نمون که 5 تا واحد بود دیگه. 2 تاش تو این خورد. بله. اینجا یه دونه شد، اینجا 2 تا. خب احسن. 2 3 4 5 تموم. اونم ورودی دیگه. اونم ورودی. حالا بذار اینم چسب بگو. چسب کنم زیر این. الان مهندس چند تا طبقه نشستن؟ 3 تا. 3 تا باید یکی بازی تون نه؟ 3 تا هم که تازه اون یکیش تلویزیون نیاورد. اون 2 تایی که آورده اونا رو چک میکنین که تصویر داری یا نه؟ آره داشته باشن. اونایی دیگه حتما دارن دیگه. آره یه دونه شه تسکی بقیش معلوم میشه. حساب نکن. اینا نکن تمام شد. یه پدر تو بیاموز با نزدترین و کابل ورودی. بله. خروجی 1 2 3 4 که اینجا میگه 4 و 5. این تمام. اینو ممکنه رو بزنم سر جاش. اینجا من دو چی میدن گوشی قربونت برم. بده